کسا را دیدگی هم نیستیم و تلفن قطعی گفزانون کردگی هم نیستیم. دانخان باباقلوف ساکن ناحیه یاوان 1 ماه پیش میخواست به حج عمره رود. بار سفر را بسته با خویشاوندان خیر خوش کرد، اما او و 62 نفر دیگر را از فرودگاه برگرداندند و اجازه سفر به حج را ندادند. مقامات به باباقلوف و همراهانش گفتند باید از طریق شرکت‌های سفر کنند که اجازه بردن ساکنان به حج را دارند. خلبکی گفتند بعد وجود همی چینی سالی اوچم برین زناکو جنجال کرده بودن. بعد کمیته دین هم موجود رفته بود. بعد تلفن وای کرده نشان دادن، گفتن که انا همی کسو پیش ایشمو رفتگی های لیکن انا همونجا سرسول سرگردان های. این ساکن ناحیه یاوان حاضر نشد بگوید کدام شرکت یا شخص میخواست آنها را به حج فرستد. دانخان باباقلوف 3 روز پس از طریق کمیته دین و تنظیم عنعنه به حج عمره می رود. مسئولین کمیته دین و تنظیم عنعنه نهاد مسئول در بخش امور حج میگویند تنها در 1 ماه اخیر حدود 1000 نفر را از راه عربستان برگرداندند. به گفته سخنگوی کمیته دین، بعضی گروه و افراد علاهده تلاش کردند این شخصان را از راه‌های غیر رسمی به حج عمره فرستند. چون این سفرهای غیر قانونی و غیر رسمی باعثی در اکثر موارد باعثی سرگردانی ها و بیبندباری ها در کشور میزبان میگردد. ببینید تنها در نتیجه چنین سفرهای غیر قانونی و غیر رسمی در 1-2 ماه گذشته 7 نفر از شهروندان جمهوری تاجیکستان در راه زیارت عمره وفات کردند. یعنی گویا با وعده ارزانتر سفر بر کردن به عمره آنها را تا شهر دبی رساندن، از آنجا مثلا تا از دبی تا جده توسط اتوبوس ها سفربر می‌سازند که راهی بسیار طولانی است و پرمشقت است. در تاجیکستان کمیته دین شرکت‌های آرمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر عمره از تاجیکستان که 14 روز را تشکیل می‌دهد از 21 تا 25 هزار سامانی است. برخی ساکنان این نرخ را بلند می‌دانند و تلاش می‌کنند با راه‌های ارزانتر به حج عمره روند. گروه دیگر تلاش می‌کنند از طریق ازبکستان خود را به سعودی رسانند. مقامات گفتند از شکایت‌ها درباره نرخ بلند عمره خبر دارند. کمیته امروز تصمیم گرفته است که شروع از سال نوی در پیش ایستاده چندین طرفه‌های خدمت‌رسانی را در سمت ادای مناسک عمره پیشنهاد نماید و این نرخنامه تقریبا از 17000 سامانی آغاز می شود تا 24000 سامانی. مشاهده خبرنگاران آزادی نشان داد که طلبات به حج در تاجیکستان زیاد است. در یکی از شرکت‌های انتقال دهنده به حج گفتند برای قریب 1 ماه آینده جای خالی ندارند. مقامات میگویند زیاد بودن طلبات باعث سوء استفاده برخی گروه‌ها شده است. اما ساکنان میگویند نرخ سفر حج از تاجیکستان مثل کشورهای همسایه باید ارزان باشد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.